تاریخ علم رو می نوشتن صدای زنها قطع بود. اما رد پای زنها رو میتونیم از توی فرمول‌ها، استخوان‌ها و نورها پیدا کنیم. زنانی که نه ازشون تجلیل شده و نه کسی اونها رو به یاد میاره. اما من میخوام یادآور قدرت این زنها بشم. زنی که ساختار مارپیچ DNA رو ثبت کرد، اما افتخارش به واتسون و کریک که همکاران مرد اون بودن رسید. روزالین فرانکلین، زنی که ساختار مارپیچی DNA رو ثبت کرده بود و بعد از 5 سال مرد. اما دنیا پس از سالها فهمید این تصویر از قاب دوربین او به ثبت رسیده بود. وقتی مردان جایزه نوبل گرفتند، او پشت مانیتور ایستاده بود و ساکت ماند. این زن اولین نفری بود که ستاره‌های نوترونی رو کشف کرد. ژوسنیل بل برنر. اما نوبل به استاد مردش رسید. زنی که شکاف هسته‌ای را کشف کرد، ولی تاریخ گفت مردان آن را کشف کردند. لیز میدنر، فیزیکدانی که مفهوم شکاف هسته‌ای رو به همراه دوستش هان کشف کرد. اما هان نوبل رو گرفت و نام میدنر رو حذف کرد. میدنر زنی یهودی بود و در نهایت نازی‌ها باعث شدند که از آلمان فرار کنند. وقتی پزشکی فقط کار مردان بود، این زن دارو می ساخت و طبابت می کرد. تروتاف سلنو، پزشک قرون وسطایی که یکی از اولین رساله های علمی پزشکی جهان رو نوشت. اون درمان می کرد، طبابت می کرد و تاریخ اون رو فراموش کرد، چون زن بود و می اندیشید. تصور کن تمام فیزیکدانهای دنیا یک قانونی رو بگن قانون طبیعت و یک زن دانشمند اون رو نقض کنه. چو کینگ وو، زنی که فیزیکدان کوانتومی بود و این قانون طبیعت رو نقض کرد، اما نوبل رو 2 همکار مردش گرفتن. اون لبخند زد و گفت علم مردانه تر از چیزی هست که ما تصور میکنیم. باورت میشه قبل از اینکه حتی واژه‌ای به نام برنامه نویسی وجود داشته باشه، یه زن اون رو کشف کرده؟ آدا لاولیس، دانشمند علم ریاضیات و کامپیوتر، کسی که قرنها پیش علم برنامه نویسی رو مطرح کرد، اما الان حتی اسمش در کتاب‌های برنامه نویسی هم نیومده. زن سیاه پوستی که مسیر پرتاب آپولو رو محاسبه کرد، کسی که حتی تا سالها اجازه نداشت از سرویس بهداشتی مردان استفاده کنه. کاترین جانسون، کسی که به ناسا خدمات زیادی کرد و بعدها فیلم زندگی نامه اون منتشر شد. یک زن فسیل‌های بزرگ دایناسورها رو کشف کرد، اما چون زن بود و فقیر بود، اونها رو به مردها فروخت. مری آنینگ، کسی که فسیل‌های بزرگ دایناسورها رو کشف کرد، اما اسمش حتی در پاورقی کتاب‌ها هم نیومد. اولین زن دانشمند در تاریخ، اما چون زن بود و می‌اندیشید کشته شد. هایپشیا، کسی که ستاره شناسی، ریاضی و فلسفه تدریس می‌کرد، اما توسط مسیحیان افراطی به طرز فجیعی تکه تکه شد، چون زن بود و می‌اندیشید. بی‌تعارف بگم، زنهایی که امروز دربارشون صحبت کردیم تنها بخش کوچکی از زنهایی بودن که اونقدر خوششانس بودن که تاریخ به طور کامل اونها رو فراموش نکرده. چه بسیار زنان ارزشمندی که دنیا اونها رو به خاطر زن بودنشون کاملاً به فراموشی سپرد.